خبر 8 صبح خوش آمدید. ادامه واکنش مقامات آمریکا، اروپا و کشورهای عربی به اظهارات سخیف ترامپ درباره تصرف غزه و کوچاندن فلسطینیان. او کاملا عقلش را از دست داده. حمله نظامی آمریکا به غزه به کشتار هزاران سرباز آمریکایی و دهه‌ها جنگ در خاورمیانه منجر خواهد شد. این شبیه یک شوخی زننده و بیمارگونه است. ملت فلسطین مهاجر غیرقانونی نیستند که به سرزمین‌های دیگری کوچانده شوند. حماس خواستار تشکیل فوری نشست اتحادیه عرب، سازمان همکاری‌های اسلامی و سازمان ملل شد. گام مهم متخصصان داخلی در